درود یاران همراه. حکایت مردی که هر شب با زنش همبستر میشد. بابا بسته دیگه، شورشو در آوردید. کمر یا شافنر. حمالی بود که زنی داشت. روبروی خانه آنها تاجر معتبری زندگی میکرد. زن تاجر از پشت بام خانه‌اش داخل خانه حمال را میدید که زن حمال هر روز به حمام می رود. زن تاجر یک روز از زن حمال پرسید: مگه شما شام چی می خورید؟ زن حمال گفت: والا یه روز نون و پنیر، یه روز تخم مرغ، یه وقتی هم ببینم خدا بخواد پلو می خوریم. زن تاجر گفت: ما که شبها برنج و گوشت می خوریم، مرغ، کباب، بره. هفته یه بارم بیشتر به حموم نمیریم. شما چطوری با این خورد و خوراکتون هر روز حموم میرید؟ زن حمال گفت: مگه شوهرت چی کار است؟ زن تاجر گفت: شوهر من تاجر فرشه. شب که میشه در حجره رو میبنده و حساب کتابشو به خونه میاره و تا ساعت 4 صبح مشغوله. بعد شام میخوره و میخوابه. شوهر تو چی کار است؟ زن حمال گفت: شوهر من غروب به خونه میاد، چند تا استکان چایم به اون میدم تا خستگیش در بره. بعد شامم با هم بستری میکنیم و میخوابیم و صبحم میریم حموم. زن تاجر گفت: خوش به حالت، کاش من جای تو بودم. زن حمال گفت: بیا بهت یاد بدم چی کار کنی. امشب که شوهرت اومد، دفتر حساب و کتابش از دستش وردار و یه گوشه‌ای بذار و بعد براش یک کمی دلبری و طنازی کن و بعدم برای خوردن شام صداش کن. زن تاجر شب که شد همین کار رو کرد. مرد تاجرم اون شب حساب کتاب نکرد. شام خورد و خوابید و به موقع خواب با زنش نزدیکی کرد. فرداش زن تاجر به حمام رفت و زن تاجر هر شب بنای دلبری کردن میذاشت. 2-3 شب که گذشت، شوهرش دادش در اومد و گفت: این چه وضعیه؟ مسخره فروشی باز کردی؟ زنی که قرشمی خونه گردو من از کار و زندگی انداختی. هر شب میخواب حساب کتابم بذارم زمین و برم بغل خانوم بخوابم. پس کی خرج تو بده؟ ها؟ کی زندگی رو به چرخونه؟ میخوای ورشکستم کنی؟ نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کی این چیزا رو یادت داده زن؟ قبلا اینجوری نبودی. چند روزه میبینم عوض شدی. زن تاجر گفت: زن حمال یادم داده. تاجر گفت: اصلاً کار درستی نکرده. صبح که شد، تاجر 9 سکه در کیسه ای انداخت و برد در خانه حمال گذاشت. خودش هم کناری ایستاد و نگاه میکرد. حمال که از خانه بیرون آمد، کیسه سکه را دید. برداشت و شمرد. دید 9 تا سکه است. در این زمان تاجر جلو اومد و گفت: کسی رو سراغ نداری 10 سکه به من قرض بده و قسطی پس بگیره؟ حمال گفت: من کسی رو میشناسم که 9 سکه میده و 10 سکه پس میگیره. تاجر قبول کرد. 9 سکه را گرفت و حمال با خودش قرار گذاشت هر روز 4 سکه را کنار بگذارد. بالاخره حمال سکه هایش از این راه به 100 سکه رسید. او به مردم سکه قرض میداد و هر شب دفترش رو بر می داشت و حساب کتاب می کرد. همیشه تا 4 صبح بیدار بود و حساب می کرد. حمام رفتن زن حمال هم کم شده بود. زن تاجر از زن حمال پرسید: چرا دیگه هر روز حموم نمیری؟ زن حمال گفت: خدا پدر آن شخص که 9 سکه را جلوی در خونه ما گذاشت بیامرزه. منم به درد تو گرفتار شدم. زن تاجر گفت: تو که راه و چاه رو میدونی، دلبری و لوندی کن. زن حمال گفت: چی میگی عزیزم؟ این مرد انقدر بد اخلاقه که اصلا نمیشه نزدیکش شد.
یه شب براش دلبری کردم. فرداش گفت 5 سکه از سکه هم کم شده، فراموش کردم یادداشت کنم. و زن بدبخت گفت دیگه چاره ای نیست، باید سوخت و ساخت. از اینکه تا انتهای داستان با ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم اونایی که دوست دارن این هر شبا رو هر شب تجربه بکنن. عید سعید فطر رو به همتون تبریک میگم. نظراتتون رو کامنت کنید و با لایک و سابسکرایب به ما انرژی بدید. تا درودی دیگر، بدرود.